با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین بازم خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید از ماه مبارک رمضان که در خدمت شما باشیم از برنامه افطاری و رمضانی. دوستای نازنین، کانال هراتبورگ در خدمت شما هستیم. به کانال هراتبورگ سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. تمام ویدیو ما رو میتونیم از داخل از اون مشاهده کنیم. ایت نشه که باز ما تنها بگذاریم، ما می تاثیر بمونه. فعلا داخل کانال هراتبورگیم دوستای نازنین. امروز جایی که شما مشاهده میکنیم اینجا دم کوچه سیاوشون ولسوالی گذره. مشخص دقیق بلدیم دست راست ما در ولسوالیه، دست چپ هم یعنی عده هفته دم کوچه سیاوشونه. ای برم عده قبلم ولسوالی گذره که میریم دوستا برادران از اینا سوال جواب دارین که کار بار اینا چی رقم ماه مبارک رمضان اشتنم خود روزه اشتنم به زی هوای گرم. از شما خواهشمندیم که همراه ما باشید. دوستای نازنین، خدا کنه که تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. داخل کوچه سیاوشونیم، طوری که پیشتر برای شما گفتم در یک دکانی سعی کنیم لالا خود روزه اشترم. سلام. و علیکم سلام. صحت شما خوبه؟ خوبیم بخیری. خیلی اعصاب شما خراب و مشتم تیار کرده. با کلمه یا با کله از اینا؟ ما روزه دیگه. خب ما روزه برادر، ما صبح طالب تا این بازارا هی سوال جواب داریم خود مردم. مرا مگذر روزه نبرده، شما رو ببرده؟ ما رو خوب ببرده، خسته کرده. اگه به سایه نمیبودیم چیکار می‌کردیم؟ سایه نمیبودیم میشلیدیم. راست میگه. خب خود روزه اشتنه؟ روزه داریم. خب چند روزه بخوردین؟ هیچی نخوردیم، روزه میخوریم ما. حقیقت؟ بسیار خوب. کاروبار شما اشتنه؟ کاروبار خوبه، نه یک کاروبار کنی. جنسا چی رقم ارزون شد یا گرون شد؟ نه ارزون نشده، گرونتر باشه ارزون نشده. چرا علت چیه؟ علت ما خودم نمیفهم که دلار بالای ایله میگم دلار ول پوین آماده میگم چیکار ما جنسا خود ارزون نمیدیم چیکار فلان میمردانه. ترکری به دلار چیکار داره؟ ترکری دلار کار داره. نه حقیقت نمی ترکری ها شما کیلو 5 روپیه اینا به دلار چیکار داره؟ یا شما دلاری میخرید؟ ما دلاری میخریم. به نظر شما ایت یک روز خوش شد که وقت صحبت کنیم از دلار تبالا نکنم مردم میرا؟ یار خدا میدونه نخوش. چرا ما و شما که افغانیم پول ما افغانیه، چرا اکثر گپ به دلاره؟ من دلار چی میخرم به دلار میخرم. فرهنگ بیگونه ما رشد میدیم. درسته؟ بسیار خوب. چند ساله بودین شما روزه میگرفتین؟ ما 15 ساله بودی بر روزه. 50 ساله؟ 15 ساله بیا 15 درسته، من خیال کردم میگم 50 بدین. خب رمضانی هم به منطقه شما رسم و رواج هسته؟ آشتنیه. مثلا میان درس را چی میگن؟ بچه‌ها رمضانی دیگه میگه بچه‌ها نماز چی میگه؟ دیگه یک چیزی بهشون میدم دم سرا. نه خب می گفتن چی میگن؟ رمضانی یا رمضان میگم و بشه و یا رمضان اشته میگم. میگم دیگه. گردن شما بندل بگین. میگم هر سال میگم بچه‌ام سال تول نمودم. خب میایم به خیر خوشی. خب اول نفر منم ان شاء الله. خب دمی که برای شما رمضانی آمدن دم خونه یا والد شما یا پیار شما پول دادن گفتن ببریم بدیم به بچه‌ها رمضانی، چندی بوجوندی؟ ما هیچی نشدیم. پنجاری پا بردیم مزرا دادیم. خب شما به دم خونه کسی نرفتین؟ نه ما از طفلیت تاله؟ نرفتیم. بریم افطار خود شما. سلامت بشی میره خیلی مباد ما. بینندای عزیز، اگه ماه مبارک رمضان دوم ما بودی خوب گردن هم بند باشه خودی از این لالا اولاد از آدم صحبت کرده نمیتونست. درسته؟ صحیحه؟ این چند روز که روزه بگذشته که اینا زمستون بده هوا خنک بده مقبول ما و شما روزه بگرفتیم و تیر شده هیچ مشکلی هم نشده. این لالا همیت شده که گردن بند باشه بغل 16 سال بل میزنه. یا دیشب نون پخته داشتیم؟ نه رخشی درست حتما باشیم. بخیر باشیم. دوستای نازنین داخل کوچه سیاوشونیم، بیاین که خود شما چند قدم دیگه هم بریم.
ماما جان سلام علیکم. و علیکم. ساعت شما خوبه؟ فضل خدا. زنده باشی ماما جان. خود ماه مبارک رمضان اشتنیم. شکر فضل خدا خوب. خب روزه تا حال شما نبرده؟ نه شکر اختیار. ماشاءالله. ماما جان از قدیم اختلاط کنی وقتی که سندای 10 و 12 بودیم شما همین رسم و رواج ماه مبارک رمضان به حساب مسجدها چی رقم بودن؟ مسجد ها دیگه دستور و وقت این مسجد هر مسجد از خود دستور داره. مثلا چی می آوردم افطاری؟ افطاری هرچی که در دست مسلمان ها بشید می آورد. خب شما وقت بچه بودیم به دست شما مادر شما چی میدادن که ببریم به مسجد؟ بیشتر چی بوده؟ هرچی که نصیب مسلمان ها بود می برد. خود زب نصیب مسلمان ها هیچی نبود. نه هست بیشتر. خب بیشتر شما غلور می بردیم، شولماش می بردیم یا مثلا آش چیزی؟ ما هرچی که نون تندور کردید چپاتی کردی هم می برد. چپاتی هم بود؟ ما مالدار بودیم یک وقت. یعنی مر چپات می زدین؟ نه این تا نون پخته بود. آها نون چپاتی. بسیار خوب. ماما جان به رمضونی ها به زو وقت می رفتیم شما؟ هوشتونم. دم سرا چند نفر بودیم می رفتیم؟ دم سرا؟ بله. دم سرا؟ دم به مسجد مرد. نه جایی که می گفتیم رمضان یا رب رمضان. رمضان دیگه ما طالب نبودیم که رمضان. ماما جوی به طالب چی کار داره؟ ملا مسجد میگیم شما؟ ملا مسجد ما هست دیگه. نه همین رمضونی که رسم رواج از هم قدیمه دیگه ماما. هست دیگه بس وانی هم هست. خب شما نرفتیم به رمضونی؟ نه رفتیم ما به مسجد رفتیم ما به رمضان. کسی به دم خونه شما به رمضونی نماد؟ بیامادشتونم. خب چی دادم بریو؟ هرچی دست ما باشید بود. خب چرا میگم یا سوال یا جواب یا سنگ پایمن یا کوزی او؟ خب هست دیگه اون کوزی او. هرچی من نمیگم ماما میگم هسته. اگه بگم من نمیفهم میگم حال نمیفهمی هست. سلام علیکم. و علیکم السلام. ساعت شما خوبه؟ قربان شما شکر. زنده باشیم پیارم، سلامت باشیم. همراه هم دوستا. زنده باشیم. نام شریف شما؟ نام شریف خود معرفی نمیکنم. خوبه. خود روزه اشتنیم. خود رو تا فعلا روزه دارم. الهی شکر. ماما جان از اون وقتی که بچه بودیم تا با حال چند سال روزه داریم؟ از اون وقتی که ما چیزی گفتم میتونم. چند سال روزه گرفتیم؟ 20 سال. نه دیگه. سن شما چنده؟ سن ما تقریبا 70 است. 70-60 سال روزه گرفتیم. درسته؟ از 10 سالگی کجا گرفتیم؟ خدا عالم الغیب است که ما غیب گفتن نمیتونم که 10 سالگی گرفتیم از 5 سال. خب بسیار خوب. بیشتر وقتی که شما مثلا به سندای 15-16 بودیم غذا تا با حالش چون فرق میکنه. بیشتر والده یا بیبی شما چی پخته میکردم افطاری؟ آش، شیر برنج. خب اینمی چیزا پخته میکردم. برنج لافر. ماشاءالله. ای برنج های سبزی که از پاکستان میایه و از ایران میایه اینا نبوده. چیز؟ غلور. پتیماش. ماشاءالله. غلور تروش. غلور تروش و غلور شیر که به زمستان بوده. با ما روزه اگه بخوردم غلور تروش چیکار میشه؟ هیچی فرقی نمیکنه. همیشه کم سرشه. مگر اونجا خورم به داخل یخچال بندازیم. نه ما امروز تو غلور تروش خوردم من امروز میگم برون. امروز چاش غلور تروش خونه؟ نه. کی؟ دیشب سحری یا افطار؟ نه بابا سحر حال غلور تروش وقت نه. سرشون هیچ وقت. خب پچه میگن دیشب؟ ما شوخی کردم دیگه جان. ماما جان همه شوایی که شما برفتیم به رمضونی یا 5 نفر یا 4 نفر بدیم کار نداریم سالت اوه یا سنگ پایمن بالا یله کدم بالا شما کدو شوا بده؟ به رمضونی که رفته بودیم رمضونی که رفتیم صدا میکنن که یا ثواب یا جواب یا سنگ پایمن یا کتیا. خب همون شما اول بگین که چی میگفتیم؟ اول که یک چیزی میگفتیم رمضان یا رب رمضان. السلام علیکم ماه رمضان. رمضان آماده و باز چیکار شده؟ رمضان 30 روز میمانه مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان قوت ایمان مانه. خب ادامه دیم دیگه شما. بس است دیگه. بسیار خوب. میگفتین سنگ پایمن یا کوزیه چی می آوردن؟
سنگ پای من یا کوزی ها می آوردم اول که چیزی نمی آوردم ما یک 50 یک 20 یا 2 تا نان می آوردن دیگه. یعنی خود سنگ پایمان و کوزی او شما برخورد نکردید؟ برخورد نکردیم. خب اگر به دام خونه شما می آمدم شخصا به رمزونی شما از سنگ استفاده میکردیم یا سلطه؟ یا سنگ استفاده میکردن یا سطل و چیزی که خدا واسطه به او استفاده. کوشته بیبی میگم شما از شلنگ او و پمپ او استفاده میکردیم؟ همون بیبی خور به من نشان بده. بله؟ همون بیبی خور به من نشان. با ما روزه. با ما روزه به من نشان. های ماما. واه. های ماما. نه باید چاچا به افتخار ماما. با بیبی شما رو باید ببینم. ادب شما چیه ماما جان؟ کجا؟ از بیبی مه. هدف شما هدف از بیبی شما دیدن نه. اسلام مگر مسلمان ببینی. آخو که نامحرمه. محرم چی شادی زن اسای زن. ماشاءالله بسیار خوب. ماما جان خوشحال شدیم از دیدن شما. شو اگه افتخار میدیم خود ما. با جان من ببر خود خوب هر جا که می. بیاین که بریم. بیایم امشب میمون جان ما خدمت شما. بریم ماما میریم. قربان شما. تیار خوشحال باشیم. دوستای نازنین بازم داخل کوچه سیاوشونیم. در کنار ما جوانا و دوستایم میبینین که روزه چی رقم امسال که کمک هوا خنک‌تر. دوستای نازنین داخل کوچه سیاوشون جالبه که نونوایی هم است، چون اینجا تقریبا بگم که ده گفته میشه. باز هم سعی کنم که این نونوایی تنها به ماه مبارک رمضان و می 30 روز یا نه پیش از یا بعد از هم هسته. لالا سلام مونده نباشه. خوب هستیم بخیر. ساعت شما خوبه؟ الحمدلله شما خوبه. کما که با انرژی صحبت کنین روزه کو نبرده شما تنور گرم جا شما گرم برادر. شما سلام خوب هستیم بخیر. قربان شما. اسم شریف شما؟ اسم عبدالستار پوپل یک تن از صنف خوبستان ولایت تهران بسیاری گذره. ماشاءالله. خب خود ماه مبارک رمضان نشتنیم از حساب سعودا از حساب روزه. شکر خوب دیگه میگذره دیگه، این چیزی که خدا نصیب کرده باشه دیگه. خب اینجا که خود خلیفه همکاریم روزه هم داریم 100%. امی گرمی چه کار میشه؟ دیگه نه شکر روزه داریم دیگه تیر میکنین دیگه. نه نه امی تنور خیلی سخته. شما یک دقیقه به بیرون استاشیم سعی کنین چی حاله؟ این که از صبح تا شام شما اینجا با پا آتش و ماه مبارک رمضان خیلی به دور از هم. ما دیگه عادت کردیم، ما نزدیک 15 سال ما شما روزه خود میگیرم. یعنی خلیفه هم روزه داره. بله شکر. بارک الله ماشاءالله. واقعا دوستای نازنین همین پول نونوایی به ماه مبارک رمضان بیشترتر علاره. به خاطر از اینکه اینا عرق میریزونم، اینا میته به سر خود فشار میارم، امکان داره که به خاطر همین گرمی به وجود اینم نقص برسونه. بازم زحمت میکشم میگم پول علاره باشه. خلیفه جان سلام. ساعت شما خوبه؟ خوبه. زنده باشیم، سلامت باشیم. روزه داریم؟ بله. انشالله خدای پاک شما رو بیشتر زور و قوت بده. برای شما تاثیر نمیکنه؟ میکنه کم توشیدگی. خب گوش نکو بیا از اوی نمیشه. نه گوش نکو نه. خب با چه کار میکنیم؟ شما هر دم لباسا خوره و میریزیم. نه روی خود میشوری بعض وقتا. خب نمیشه اگه اینجا مثلا شلنگ و بیرون بگیریم من کلا به تا سر خو که لباسا شما بدن شما تر شه. نه دودا با مریض میشه. به موسط ها؟ بله. بسیار خوب. خب حساب قانونی نونوایی شما چند ساعت بعد شما نان پخته کنید؟ ما از ولی تا ساعت است 2 بجه است بجه پخته میکنیم. با تعطیل 1 ساعتی با 4 بجه بعد شروع میکنیم با تا اولاد از اونشون. کدو 2 بجه حال کو از تیره؟ ای کم دیگه بمون دست چاقاتا دیگه بمونده. خب باز بعد از شام بعد با تا ساعت 4 بجه تعطیل ولی بعد 4 بجه شروع میکنم تا بعد از اونشون. از سر صبح کنی؟ نه صبح نه. خب کاروبار شما اشتره؟ خوبه. الهی شکر. راضی هستی؟ راضی هستم. بسیار خوب. یک بوجی اور چند شده؟ قیمت بله. یک بوجی 2200. خب 2300 است. خب جلو چند بود؟ جلو بود به 17 است. 5-6 فرق کرد. 7 8 فرق. خب از حساب گرم چند گرم نونا شما فرق کرده؟ گرم نونا چندی؟ 100 گرم فرق کرده. کمتر شده. بسیار خوب. این 300 بود حالا 200 شده. خب بازم 200 خشک نون خشک 200. نه باز زواله خمیری. بسیار خوب. خب خوشحال شدیم از دیدن شما. ما خوشحال شدیم. تشکر وقت شما رو میگیریم. سلامت.
دوستان نازنین، این بود برنامه این هفته که برای شما تهیه و ترتیب شد از اورسولی گذره کوچه سیاوشان. خدا کنه که لذت کافی را برده باشیم از این برنامه رمضانی یا افطاری امشب. تا روز بعد که به کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک میسپاریم. حیات شما نره که کانال هرات برگ حمایت کنیم، سابسکرایب، لایک، شیر، این حیات شما نره. ما در خدمت شما هستیم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.